آیا الله و رسولش از خود ما کده محبوب تر است؟ مثلا خودت یک کسی دشنام میده، اگر خودت یک کسی دشنام بده چی وضعیت میگذاری؟ اما وقتی که پیغمبر دشنام میده در مقابلش چی عکس العمل نشان دادی؟ اگر یک کتاب تو نوشته کردی می کتاب یک کس پیش روی در بته پرت چی حال سر قیامت میشه، اما کتاب الله در میگیره، تو در مقابل چی عکس العمل نشان دادی؟ این حال محبت الله و رسولش وقتی در قلب انسان پیدا میشه که همین درسی که ما شما پیشتر خواندیم که محبت چی است؟ یکی محبت عامه گفتیم تشریح کردیم و یکی محبت خاصه. محبت خاص محبت است که بر انسان چی رو پیدا میکنه؟ سه چیز اساسی که یکی خشوع را پیدا میکنه و یکی کمال اطاعت پیدا میکنه و یکی برتری دادن پیدا میکنه. این برتری دادن از محبت خاص است.